یک آواز داریم. ملت تاجیک ملت قدیمه است، تاریخ باستانی دارد، ملت کوچک نیست. تاریخ تمدن ببینید بای غنی دارد، تمدن آفر است. با آمدی کسی نشویتان گوش داد انمی وای میکنین. بله دولت سازی کار آسان نیست، در یک 10 ساله 10 ساله نه 100 ساله ها فرزندانی سرسپرده، فرزندان در کار که جان خودش برای پیشرفت ترقات دولت خودش با میگویم ایست بینید. ما در کجایی که نباشه منفعت های خود را، منفعت هر یک تاجیک را حمایت کردن نمانده کنیم. ولی محبوبمان را پیشرفته گردانیم و برای نسل های آینده یک ملک آباد میراث کنیم. آهن نمیگیره. ما جوانان را دیده دانسته برای درست تربیت کنیم که آینده زمام دولتداری را در دست گرفته رهبری کرده توانند، صاحبی کرده توانند، حمایت کرده توانند، در عرصه بین المللی باز هم آبروی دولت خود را بلند